دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، آنی طلب کن. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که خوب و خوش سرحال بوده و لباس عافیت بر تن داشته از گزند روزگار در حفظ الله منان باشید. عزیزان گرانقدر، قسمی که شما در جریان هستین، ما توزیع لباس یا تحفه باران رحمت را برای اطفال یتیم در نظر گرفته. دور دوم توزیع است که ما در پرورشگاه علاودین آوردیم. اینجا اطفال یتیم سرپرستی می شوند و ما از طریق باران رحمت خواستیم بر زینا لباس عیدی جور کنیم. بر اطفال پیرانتنبان و بوتکای کرمچ در نظر گرفته شده، کور توزیع کردیم. جا دارد از تک تک شما عزیزان که برنامه های باران رحمت تمویل کردین سپاسگزاری کنیم. انشالله ما پروگرام های دیگر هم داریم. انشالله در بخش آینده شما را در جریان میگذاریم که به کدام یتیم خانه دیگه در نظر میگیریم و اونا را برشان لباس عیدی توزیع میکنیم. شعار همیشگی باران رحمت امی است که باران رحمت آورنده لبخند بر لبان یتیمان است. اگر شما میخواین در این پروسه سهم بگیرین، انشالله ما در خدمت شما را به الله منان مسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کردنش با من اگر عمری گناه کردی، مشو نومی تو از